الله تعالی در قرآن کریم دعای بندگان نیک را نقل کرد که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. پروردگار بعد اینکه به ما ایمان دادی ما را گمراه نگردان. حضرت یوسف علیه السلام گفتن که توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. پروردگار ما را مسلمان از این دنیا وفات کنه، یعنی نشود که از این دنیا کافر وفات کنم. ربی و جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام. حضرت ابراهیم گفتن که پروردگارا مرا و پسرهایم را نگاه دار که با بت پرستش نکنیم، به تو شریک نبیاریم، یعنی کافر نشویم. شخص مؤمن از کافر شدن میترسد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در دعاها میگفتن که یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ای ذاتی که قلبها در دست تو است و قلبها را به هر طرف میگردانی، قلب مرا در دین خود استوار و ثابت قدم گردان که در این دنیا مسلمان زیستن و از این دنیا مسلمان وفات کردن را برای ما نصیب روزی گردان. میترسیدن از کافر شدن، و کسی که از کافر شدن اگر ترسد او طعم ایمان را میچشد. بنابراین انسان باید نواقض الاسلام را تعلیم گیرد. هر عملهایی که اسلام انسان را میشکند، هر عملهایی که اگر از انسان صادر که شد نعوذ بالله انسان کافر میشود، از این عملها باید انسان خودداری کند و برای آنکه خودداری کند آن عملها را باید داند. بنابراین بعضی علما رحمت الله علیهم هر لحظه ایمان خود را تجدید میکردن، نو میکردن. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. تجدید کلمه میکردن، یعنی کلمه میگردانیدن که یکی نشود که با از زبان ما یا از اعضای ما یک عملی کفر صادر شده نباشد. گفته کلمه میگردانند و الله تعالی هم یا ایها الذین آمنوا آمنوا گفته است. ای آنهایی که ایمان آوردید ایمان بیارید، یعنی ایمان خود را تجدید کنید، با خبر شوید. همین گونه پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در بعضی دعاهاشون به الله تعالی پناه میبردند که به الله تعالی شریک بیارند، خواه دانسته خواه نادانسته. بنابراین باید بنده از کافر شدن بترسد، چه خیلی که از افتیدن به آتش میترسد.